توبه خدایا. خانم کاکایم کار به تنهایی خود انجام داده و ما هیچ کدام ما خبر نداشتیم. جای تعجب است. بعض نزدیکترین دوست آدمان برش بیگانه شده میتونه محمد. راست میگن. با ما یوسف گفته بود. وقتی خبر شدم بسیار حیران ماندم. ما خو هیچ باور کرده نمیتونم. آفرین به جرأتشون کی کار کردن. به نظر ما این کار فکر نکرده بودن. یعنی میخواست که خوشبخت شوه، اما تو نیست. بس است محمد. به هر صورت حال خویی کار شده. هرچی که میفهمیدم براتون گفتم. گپای من خلاص شد. خواستم که شما را در جریان بانم، اما از کارتان خواهش میکنم این گپ فقط بین خود ما این راز باشه. خانواده ما است، البته که بین خود ما میمونه، اما کسی دیگه ایره افشا خواهد ساخت. اما از ما خبر نشن. اما تو نیست بیادر. بالاخره اون مادر ماست. ما را بزرگ ساخته. خب حالا چی کنیم؟ با گفته وکیل به هر صورت که شده باید مانع هوا شویم که اظهارات خود تغییر بده. در اولین اظهارات خود جنایت گناهکار ثابت کرده بود. حالا اگر بگو یک از جنایت ترسیده ای گپا را گفتم، باز وقت میتونیم که خانم کاکای ما بیگناه ثابت کنیم. تو میخوای که جنایت گناهکار ثابت کنیم ها؟ امکان نداره این مفکوره را از سر خود دور کنین. به سوده این مورد گپ زدیم. یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم که مادر در مقابل چشمای ما به زندان بره؟ هیچ باورم نمیشه بیادر. منور، هر کس اشتباه کنه باید جزای خودم ببینه. بچه کاکا درست است، تامق و جانب هستی. خانم کاکای ما گناه بزرگ انجام داده، اما او مادر تو است. او هم چی مادره؟ اگه او زندانی شوه ای کار به ضرر کل ماست. نباید خانم کاکایم زندانی شوه. اعتبار ما از بین میره و در کار بارم ضرر خود کردیم. اعتبار چی؟ حالا کجا اعتبار داریم؟ این وضعیت ما را ببین. بس کنین دیگه. زیاد گپ زدین. اول باید کمی استراحت کنیم. فردا که بیدار شدیم باز با فکر آرام گپ میزنیم. برین. شب همتون بخیر. شب شما بخیر پدر. شب بخیر. حالا فهمیدم امرای بادا چرا قبض رفتاری میکردی. دلیل تمام بد رفتاریات خانم کاکایمو هوا بوده. البته که آسان نیست. در حالی که عشق زنده بود او را برای تو مرده ثابت کردن. دخصش نباش محمد. یک چند دقیقه راز دل کنیم بچه کاکا. و غیر از من کیره داری کمراش درد دل کنی. خب بعد از این چی میکنی؟ یعنی امرای باده با این پیوند خود ادامه میتی یا نه؟ محمد بس از دیگه. تو اواره قدوس داری که به خاطر او میمانی خانم کاکایم جزا ببینه ها؟ محمد این کار به عشق ما رابطه نداره، مداخله نکو. به خاطر که باده در کنارت از بادم دست هوا را ایلا کردی؟ محمد در کاری که مربوطت نیست مداخله نکو. شب بخیر.
یک ساعت است که منتظر هستیم. چرا خط طول کشید؟ مادر جان شما خوب هستین؟ براتون دوایتون آوردم. برش داده نمیتونی. چرا نمیتونم؟ این دوا را باید بخورن. شما او را به ما بدین. توبه توبه. مادر آسان نیست بچی. بله. شما کجاستین خاله؟ براتون زنگ زدم میرم، چرا جواب نمیتین؟ میفهمی تو که با چشمای خود ندیدم باور کرده نتونستم. خوب است. از دیدنش کدام فایده براتون رسید؟ بسیار فایده کردم. عکس چه گرفتیم باز برات نشان خواه دادم دختر جان. خوب است. خداوند جزایش بده. من دیگه امرش کاری ندارم. اگه وقت دارین پیش ما بیاین، بسیار گپا دارم باید براتون بگویم. حرکت کردم شریک، حرکت کردم. بفرمایید. گوش کنین حمیده خانم. اول ما میخوایم گپ بزنم آقا اکرم. شما چه قسم کارتان انجام میدین؟ میفهمین چه قسم شب سپری کردم؟ شما هیچ فکرشم کده نمیتونین. اما من یک شب دیگه هم اینجا مانده نمیتونم. اصلا نی. شما را درک میکنم. دیگه صبر کده نمیتونم. هوا در خانه خود به راحتی استراحت کرده بود. فقط من تمام شب ده اینجا جان میکندم. تحمل کردنش آسان نیست. هیچ آسان نیست. تهمت کردن به خانواده خانجی اغلوها یک گناه بزرگ است. قیمتی ای کار خود باید حتما بپردازه. اولتر از همه میخوایم میره براتان بگویم که اگه درباره هوا یک کلمه هم گپ بد بگوین به ضد ما استفاده خواهد شد. ما تا وقت دادگاه کوشش میکنم همراه هوا خانم گپ بزنم و تا وقت شما هیچ کاری نمیکنین. اگه نه به ضرر ما تمام میشه. به نظر شما دادگاه چی تصمیم خواهد گرفت؟ از لحاظ حقوقی ای اولین گناه شماست. امکان داره که جریمه نقدی شوین. اما در دادگاه همیشه صلاحیت به دست قاضی است. قبول کردن نمیتونم آقا اکرم. ما به زندان رفتن نمیتونم. خود مردم. این کار شماست که مرا چه قسم از زندان رفتن نجات میدین. اول شما اظهارات خود بتین، بعد از او آهسته آهسته برای خود ادامه میدیم. خب چه قسم؟ گپ یوسف شما نشنیدیم؟ هرچی بگویم یوسف میگه مادرم دروغ میگه. اگه بله بگویم باز او وقت بدون شک تباه میشم. پس در این صورت فقط یک راه حل وجود داره. بگیرین کاکا جان. زنده باشی بچی. آقا جلال آمد. پدر جان، شما اینجا چی میکنین؟ هم با خاطر شما آمدیم دختره. از کجا خبر شدین؟ اینجا یک شهر کوچک از دخترم. آدم به خبر نمیمونه. خب دادستان چی تصمیم گرفتن؟ نه تا حال دادستان آمده. وقتی که آمده زارات چه میگیره. خدا را شکر که یک وکیل فهمیده داریم آقا جلال. خانواده ما را در شرایط سخت قرار نمیده. حتما یک راه حل برش پیدا خود کرد.
حال وقتش نیست پدر جان. راست میگی دخترم. بخیر بگذره. آقای دادستان، با دادگاه وقت کم مانده. میخوایم اظهاراتتو نبگیرم. آقا دادستان، اگر شما برام اجازه بدین میخوایم از حق خاموشی خود استفاده کنیم. شما خبرم نگفتین که حمیده خان جوغلو تحت نظارت است؟ اینجا به خاطر اظهارات دادن آمدی، به خاطر صحبت همراه وکیلت نه. حال اظهارات خود بده. چرا خاموش هستی؟ چیزی به فکر کردن نیست. هر گپ کس امورا برام بگو. بیا از پرونده تام دیدیم، سابقه جرمی هم داری. اگه این کار به پرونده اضافه شود آزاد شدن آسان نخواهد بود. ما با این قضیه اصلا رابطه ندارم آقای دادستان. هوا کارگوله حمیده خان جوغلو مرده ثابت کرده بود. این گپ از رمزی کارگول هم پرسیده میتونین. به خاطر کار سر قرآن شریف هم دست میمانم. اظهاراتتان خواندم. حالا میخوایم از دهن خودتان بشنوم. شاید حال با دادگاه برده باشش. خدا میفهمه قاضی چی تصمیم گرفته. شما هنوزم پشت روزانه پس سیلا نکدین. بس است دیگه. درست است سیلا کدم. حال هر چی که میخوایی بگو. در مورد یولماس برام گفتین. فکر بسیار خوبی کردین. اگر یولماس هم دست ما شوه به فایده کل ماست و وقت باز میتونیم براتی موفق شویم. البته جانم. او هم در وقتی که حمیده همراه دادگاه مصروف است. اگر یولماس هم به ضدشان شکایت کنه باز وقت بسیار خوب خواهد شد. مفکوره بسیار عالی است.
اگه این کار کنه بازوام میتونه حقش از این خانواده بگیره. اما من یک مفکوری بهتر از این دارم. یعنی مفکوریت از ممکنه خوبش است؟ او را باز خودتان قضاوت کنین. متوجه باش کدام کار اشتباهی نکنی. شما تشویش نکنین، بعد از این دیگه اشتباه نخواد کردم. متوجه هستم. خوب است. پس بگو که چی فکر در سر داری؟ ببینین، اگر یلماس تخلص، نام، نشان، پول و دارایی خانجوغلا را به تنهایی به دست بیاره، من ایره به هیچ وجه قبول ندارم. باید دایی همه ما هم شریک باشم. تو هم شریک باشی؟ واضح در بگو چی میخوایی؟ میخوایم امرای یلماس عروسی کنم. درباره قضیه میفهمی مراد چرا حمیده خانم زندانی ساختن؟ راستش مام درست نمیفهمم. قضیه درباره نامزاد سابق یوسف خان، خدا بیامرز هوا است. کسی که مرده بود خدا او را ببخشه. اما ای که این قضیه چرا اینقدر طولانی شده ای را نمیفهمم. میمارم اما با این کار اجازه نمیتم. خاله دیگه چیز نمیخوایم بشنوم. دختر پای یلمازه به خاطر دی کار داخل ساختیم که توسط او انتقام خود بگیریم. باز تو چطور همراه او خود شریک میسازی دختر؟ اما خاله جان، اما ماما نداره. یک بار فکر کن ها. تو دی وضعیت چطور این کار خود کردی دختر؟ بریم بگو ها. این آتش چطور تحمل خود کردی؟ بریم بگو تو با کدام عقلت خدا به او آتش میندازی ها؟ عقل چی خاله؟ عقل چی؟ وقتی او مرا در اونجا او قسم میلا کرد و رفت، باز من وقت عقل خود از دست دادم. آتش چی؟ ما بیزو به اندازه کافی سوختیم، دیگه چقدر در آتش بسوزم ها؟ تا که او هم به اندازه ما دردارن جنبینه، تا او وقت دلم آرام نخواد شد. لطفاً این را بفهمین، آرامش پیدا نخواد کردم. توبه 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 توبه. او مرا دوست داشتم و تو نیست. به من وعده داده بود اما به وعده خود وفا کرد. وعده خدا، عشق خدا مرا با تمام آرزوهای میلا کرد و رفت. تا که انتقام خود ازش نگیرم آرام بوده نمیتونم. من او را از این کارش پشیمان خواد کردم. حالا فهمیدین؟ ای بارو پیش من خاطر آمد و من ازش روی میگردانم. براتون گفته باشم. نگفتین چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان؟ قربانتان شوم، مرا درک کنین. خودتان نگفته بودین که مرا صاحب او قصر میسازین؟ ها؟ نگفته بودین که تو صاحب او قصر خود شدی؟ من میخوایم صاحب او قصر شوم خاله. او قصر سر اونا چپه کردم، من خودم سرشان حکومت خواد کردم، باز خواد دیدین. خوب باز وقت آتش قلبت خاموش خود شد؟ بله. بخیز دختر، بخیز. چی شده خاله؟ بیا زود شو، بیا که برات یک چیز نشان میدم. چی گپ است؟ پایین شو. خوب شد بخیر گذشت حمیده خانم. گفتن امشب در نظارتخانه سپری کردین. نامزد بچه‌تان مرده ثابت کردین. نگاه اصلا مرا خراب نسازین. اگه باز پشیمان خود شده. دوستایی گپ دیروزان براتون گفتم. به خاطر که ما برشان نزدیک بودیم ازارات ما رو گرفتن همه قدر. میشه درباره قضیه کاربردگان معلومات بدین لطفاً آقا؟ یوسف کجاست دخترم؟ از ما پیشتر بیرون شد پدر. باد خانم یوسف خان کجا هستن؟ این گپا راست است که میگفتن با خانم هوا رابطه داشتن؟ بس کنن دیگه. خانواده‌تان از زنده بودن خانم هوا خبر داشتن؟ لطفاً خواهش میکنم یک چیزی خوب بگوین. یوسف خان کجا هستن؟ بس است دیگه بیادر جان. خانم حمیده میشه شما سوال ما رو جواب بدین؟ اجازه بدین. کمی آرام باشین بیادر. لطفاً. بعدا همراهتان مصاحبه میکنیم. یا بعد دخترم همراه ما بیا. یک دقیقه. خدایا پیش همگی رسوا شدیم. تشویش نکنین مادر جان، اگر باز فشارتان بلند میره. حالا سوار شوین.
لطفاً آرام باشین. فعلا در این مورد هیچ چیزی براتون گفتن نمیتونم. کمی دیگه باید صبر کنیم. بیا بیبی درد میگفتی نه؟ ها؟ بیبی نشانی درد اینجاست دختر. ما هر روز سری قبر آمده زار گریه میکده. بعضی گپ خبر داشتی؟ ها؟ هر لحظه نفس که میکشیده با خود لعنت میفرستادم. مفکوری به او خانه رفتنم خبر دادم. از همین خاطر خدا هیچ وقت بخشیده نتونستم. تمام عمر خود زایی ساختم. فکر میکردم به خاطر من بردی. کم مانده بود که دیوانه شوم دختر. بیبی اینا را با دستای خود شاندیم. با این سنگ دیده همراه تو گپ میزدم. فکر میکردم تو گپ های مرا میشنوی. هوا تو را مرده فکر کرده اینجا می آمدم. اما وقت فهمیدم که زنده هستی او وقت با خود قسم خوردم دختره. گفتم بعد از تو را از جان خود بیشتر دوست می داشته باشم. با او خاطر نخواستم همراه یوسف یک جای شوی. اما به عشق پاک تو تسلیم شده خواستم به یوسف باور کنم. اما دیدی سرما چی بلاهایی آمد. خاله یلماز ای کار به خاطر کم شدن دردت و انتقام گرفتن از اونا خواستم داخل بسازم. قسمی که تو فکر کردی نیست. بعد از این هر چی که میشه شوه. ما تو را به او آتش انداختن نمیتونم دختر. منور دخترم کاش که میمردم. اما این روزا را نمیدیدم. دیدی که پیش تمام مردم بیا و رسوا شدیم دخترم. آی حالا چی خود کردیم خدایا. خودت ما را کمک کن. مادر جان یک قسم گپ نزنین. بالاخره یک رای پیدا میکنیم. کوشش میکنیم که از این قضیه کسی خبر نشه. حالا بسیار دیر شده یک دانیم. منور دخترم بیا ما تو بریم بان که مادرت کمی استراحت کنه. پدر جان من میخوایم پیش مادرم باشم. یک دانیم دختر یک دانیم. بیا زود ای خانه. فقط تو در کنارم هستی دخترم. دگر آخو پروای من ندارن. زنده باشی. بفرمایین کی را کار دارین؟ هوا خانم خودم هستم. حیفی دختر بیچاره چی روزای بد را میبینه. وای وای وای. ما کریم آتیلگان وکیل حمیده خانم هستم. خب بگوین از ما چی میخواین؟ از شما چی خواستم میتونم هوا خانم؟ هدف ما فقط کمک کردن به شماست. راست میگین؟ اما از آمدنتان معلوم میشه که حمیده خانم به کمک ما ضرورت داره.
نظر به گرفتن اظهارات به فایده تان خواهد بود. چیزای زیادی را از دست میتین. در مقابل خانجوغلوها قرار دارین. فکر میکنین با این کارتان به اونا ضرر رسانده میتونین؟ حمیده خانم حاضر است به خاطر تهمتی که بالایشان بسته کردین شما را ببخشه. اگه از عقل خود استفاده کنین میخوایم امرایتان یک معامله کنم. آقای وکیل هنوز در این قضیه معلوم نیست که کی برنده میشه و کی بازنده. با موکلتان بگوین دیگه مزاحمم نشه، اگه نی برش بد خواهد شد. ببینین از این کارتان حتما پشیمان میشین. بزرگ به خاطر که تا امروز چوب بودیم و چیز نگفتیم بسیار پشیمان هستم. بعد از این هر کاری که انجام بتین مرا چوب ساخته نمیتونین. کسی که دیر تصمیم میگیره خوب تصمیم میگیره. خب دیگه خداحافظ. آفرین به تو دخترم. اگه سر رای سنگام بانن و خارم بچینن از تصمیم خود منصرف نشو هواییم. دیگه تشویش نکنین. هوا دخترم بیبی چی نوشته کردن؟ با سی بزرگ حمیده خانوم. میبینین مادر هنوز اظهارات نگرفتن که یال شده. این گپا راست دخترم؟ دقیقه تو هم قسم ظلم شده؟ بله کاکا بله. اما تشویش نکنین، بعد از این هر کس جزای خود خواهد دید. راستش چطور این کار انجام دادم میتونم؟ من خواهیش نمیفهمم. این زن چطور به تنهایی تو یک کاری بزرگ انجام داده؟ او از تو چی میخواسته دخترم؟ به خاطر که ما و یوسف به هم دیگه نرسیم کاکا. خدا از تو هم راضی باشه آقا رشید. بسیار تشکر به خاطر که در این وضعیت بعد دروازه برای ما باز ماندی. البته بسته کردن دهن مردم هم خو کار آسان نیست. هر لحظه پشت ما گپ خواد زدن. فکر میکنم که حال دیگه وقت رفتن ماست. شریفه خانم ای که هر کس هرچی میگه بان که بگویه. ما نباید زندگی خود تلخ بسازیم. اگر راست بگویم وقتی اول برام این گپا گفتی هیچ باور نکردم. میفهمم کاکا میفهمم. از اینکه حال تصمیم گرفتی تا حق خود بگیری هر قدر که خواسته باشی اینجا بوده میتونی. ما هم دست شما خواد بودم. زنده باشین کاکا. خداوند از شما راضی باشه. جلال؟ تو به شرکت نرفتی؟ به تشویش بدون جانم. بفرمایین آقا جلال. منور دادگاه چطور شد؟ مادرم آزاجت خال سلطنه. راست میگی؟ های چشمای ما روشن. یلماز خان کجاستن؟ دبال هستن. بفرمایین. ای نخوشبختی. نام و شهرت که داشته باشی دادگاه پیشت هیچ از جرمت نادیده میگیره. فقط که دادگاه ملکیت شخصیشان باشه. بسیار جگرخون شدم. شما چطور میتونن این قسم گپای ناق مردم قبول کنن و چوبتانو بگیرن؟ بان دخترم بان. پدر دخترم خوش آمدین. مادر آقا جلال آمدن. خوش آمدین آقا جلال. خوش باشین. به تشویشتان بودم. بفرمان اینجا بشینید. آقا جلال خوش آمدین. خوش باشین. ببخشین که نتونستم حوضه پیشتون بیام. فرق نمیکنه. پدر جان کاش که کمی پسمانتر می آمدن. حمیده مادر استراحت بودن. اگر از بپرسین به خدا همگی ما ور خطا شده بودیم، اما انشالله در اولین فرصت همه چیز خوب میشه آقا جلال. تمامی حادثات و اتفاق بعد واقعا همراه شما به ما صدمه وارد میکنه. با شما صدمه نمیرسه، تشویش نکنین. هدف من این نبود یوسف.
باز چی بود؟ اگر رابطه ما چندان خوبم نباشه بازم ما یک خانواده گفته میشیم. دو تا یک روز بعد باید با هم دیگه باشیم و همدیگه را کمک کنیم یوسف. در عرصه هر کمکی که از دستم برتان انجام میتم نمیتونم شما را پریشان ببینم. زنده باشین. بسیار متوجه ما هستین. ولو که نتیجهش هرچی باشه ما تو را به او آتش انداخته نمیتونم. با اجازهتان من دیگه میرم. آقا جلال بسیار تشکر. شما او احساس به ما دادین که ما یک خانواده هستیم. زنده باشید. بعد از سپری شدن این مشکلات صمیمیت بین خانواده دیگه زیاد میشه حمیده خانم. به خاطری که در این قسم یک وضعیت هم دردیتان نشان دادین بسیار تشکر میکنم. زنده باشین. خواهش میکنم. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. لطفاً بشینین سرپای انتظار نمانین. خوش باشین. من شما را همراهی میکنم پدر. خداحافظ داماد جان. ما هم دیگه باید بریم عشقم. کم هوای تازه بگیریم و بعد از تو را به هتل میرسونم. خوب شد به خیر گذشت. زنده باشی یک دانیم. زنده باشی. تشکر میکنم. خداحافظ دخترم. خانم حمیده خانم شهردار و دخترشان به دیدن شما آمدن خانم. هی ای دیگه از کجا شد؟ شما پذیرایی کنین ما میرم. بچیم این قسم نمیشه. اونام جز موافقت نامه است. تو هم باید در کنار ما باشی. موافقت نامه چی پدر؟ با ما ارتباط نداره. ای اگه برشان بگوییم بیا یک غم، اگه نگوییم دیگه غم. به هر صورت برو دخترم صدایشان کو که تشریف بیارن.
گپ از این قرار است خانم نزاکت جان. حال واقعا ما نمیفهمیم که چی کنیم. در اصل بسیار غمگین کننده است. به هر صورت بالاخره یک روز حقیقت برملا خواهد شد. به کدام دلیل او دختر نام شما را دعوزه داده؟ خوب ببینین، او دختر از سابق یک معشوقه داشت به نام جونید. میفهمین در اصل تمام این مشکلات او بچه جور کرده خانم نزاکت. وقتی او دختر خواسته به اظهارات دادن بره، از ترس جونید نام مرا در اظهارات خود گرفته. نمیفهم که چه قسم تهدیدش کرده. در اظهارات گفته که من نمیخواستم او امرای یوسف عروسی کنه. قبول میکنم که راست گفته، اما از دیگه کارایش من خبر ندارم. این اصلا قابل باور نیست. خب بگوین یوسف خان و باده خانم چی حال دارن؟ بسیار خوب هستن، واقعا بسیار خوب هستن. اما میبخشین که پیش شما آمده نتونستن. میفهمین که باده دخترم حامل است. راستش از همه کده اونا از این فریبکاری و دروغا بسیار خسته شدن. به خدا حمیده خانم، هر کس شما را دیده و میشناسه. در قصه تهمت ها نباشین، اینام سپری میشن. زنده باشین. یوسف خان موتر آماده کنم؟ نه خیر یالماز، من کمی قدم میزنم، تو باش. خاله بگو بچه. خاله او نامزد یوسف خان نمرده بود. این دیگه چی گدودیست؟ من خودش نفهمیدم. این موضوعات کمی پیچیده است بچه. نه تو بپرسانی من جواب میتم. در قصه گپا نباش، فکرت مخشوش نساز. راستی تو پشت گوش نمیرفتی بچه؟ آها میرفتم گفت. هر وقت آماده شد باز برد زنگ میزنم. ما منتظر هستم. تو در قصه گپ او نباش. او کمی هوش پرک است بچه. ناقص کار خودم میمانی. او حتما آماده شده. برو گوشت بیار بچه. حال دیگه به ما اجازه بتین بریم دختره. تشکر میکنم از اینکه آمدین. خواهش میکنم لطفاً خودت در 4 دیواری حبس نکنین. در آخر هفته در محفل منتظرتان هستم. بسیار تشکر، اما ما را ببخشین که آمده نمیتونیم. میفهمین که تمام ما بسیار خسته هستیم. ما دهن مردم بسته کده نمیتونیم. بانین که اونا گپی خدا بزنن، شما در قصهش نباشین. اگه نه دیگه قسم دهن مردم بسته کده نمیتونین. راست میگی نزاکت جان. خوب شد که بخیر گذشت یلماز خان. خداحافظ دخترم. روز بخیر. خداحافظ دخترم. خدا بفرمایید. بریم دخترم. بفرمایید. بفرمایید. بازم خوش آمدین نزاکت خانم. ما منتظرتان هستم امیده خانم. انشالله. خداحافظتان. خداحافظ دخترم. من خو میگم حمیده در این کار دست داره. وقتی هوا عروسش بود او بیچاره را هیچ جایی نمی برد. میفهمی ازم او اول او دختر دوست نداشت. بس کو دیگه مادر. بلی از خدا. حمیده خانم من تا بازار میرم. اگه بچه ضرورت داره این برام بگوین.
خوب هستین خانم؟ شما را خود چیزی نشد؟ خوب هستم. میبخشین متوجه نبودم. دفعتاً پیش روی ما آمدین. دست گناه ما بود. چهار طرف خدا ندیدم. میخواستم از خیابان تیر شم اما خوب هستم. خدا را شکر. به نظرم من شما را میشناسم. شاید، اما میبخشین من شما را نشناختم خانم. من خواهرزاده سلطان خانم هستم. وقتی من مریض شده بودم به نظرم شما مرا به شفاخانه برده بودین. یادتان است؟ من برچاک هستم. نام شما چی است؟ نام چی؟ نام ما یلماز است. یلماز. خوش شدم از دیدنتان. ما همچنان. بازم ازتان معذرت میخوایم. تمامش گناه من بود یلماز جان، اما خوب هستم. تشویش نکنین. نه شما ببخشین. به نظر ما شما پیش سلطانه خواهر میرین. نه میخواستم بازار برم. راستش ناوقتم شده. به امید دیدار. ها میبخشین که شما را به گپ گرفتم. سرتان دیر شد. اگه خواسته باشین دموتر برسانمتان. خواهش میکنم. ضرور نیست. من خودم میرم. نخیر ما هیچ کدام عجله ندارم. بفرمایین لطفاً بیاین. درست است. آقا جلال دیدی یلماز خان؟ بسیار متعجب شدم و بسیار خوشم شدم. کی میفهمید که اقا اتفاقات رخ بده و آقا جلالام همدست ما شود. اما البته چهره انسان ها دم قسم وقتا معلوم میشه. دم قسم روزای خوب و بد یلماز خان. اما تو نیست یلماز خان؟ نزاکت خانم چی بگویم دیگه؟ خانم رئیس شهرداری است. فقط به خاطر گفتنی که تشویش نکنین ما به شما باور داریم. تا خانه ما آمده بیچاره. نه که خودت نمیخوای قسم شوه حمیده. چرا یک قسم گپ میزنین یلماز خان؟ شما بودین با گوشای خود شنیدین که او زن مرا دعوت کرد به محفل خود. گفت ضرور نیست که از چیز بشرمین. نه تو از خودت میخوای که همه تو یک بهانه برای گپ پالیدنت پیدا شوه. اما نه من بسیار به تشویش هستم. وقتی یک روز همه چیز آشکار شوه باز وقت چی خواد کردی میده. یلماز خان قسمی که دیدی تمام دوستایم به ما باور دارن. با وجودی همه پشتیبانی ها اگر شما کمی از ما پشتیبانی کنین باز همه چیز خوب میشه و ما از این مشکلات نجات میافم. فقط به کمک تو نیاز دارم. نه بس از حمیده بس از. چوب باش دیگه. چوب باش. تمام گپایی که مربوط به این موضوع بود زده شد و تمام تصامیمی که بود گرفته شد. آی بسیار دردآور است به خدا. اگر تمام دنیام به ما باور کنن چی فایده که از خودگیایم سرم باور نداشته باشن. حمیده تو هنوزم به گپای آدم ها باور میکنی ها؟ چرا باور نکنم یلماز خان؟ چرا؟ این آدم ها دروغ میگن؟
هیچ ده فکرت نامد که امکان داره یه انسان هم فریبکار باشن؟ حمیده تو یک زن هوشیار هستی. لطفا بیشی و درست فکر کن. اگه اونا بفهمن که تو هم گناهکار هستی بازم در مقابلت استاد شده و گناهایت بروی آوردن نمیتونن، فقط یک چند همدردی دروغی رو برات نشان میتن. میفهمی اگه ما به جای تو میبودم چی میکردم حمیده؟ حتی نوکی پینی خودم از دروازه بیرون نمیکشیدم. بفرمایین یولماس خانم حمیده در پایین وکیلتان آمده. وکیلتان در پایین منتظر است. برو برش بگو که بیایه. دوای سردردی مرام بیار. از درد سرم میکفه به خدا. بسیار زیاد درد میکنه. درست است خانم. اصلیت خانم حمیده رو دیدی دختره؟ بیبی در روزنامه نامش چاپ شده، هنوزم خود بیگناه میگیره. شاید او زن راست بگوی مادر. آی تو بسیار خوشباور هستی دخترم. تا حال کسی را دیدی که به گناه خود اعتراف کرده باشه؟ امکان نداره. پس شما چرا قدر تمثیل همدردی را کردین؟ به چشمای او زن دیده دروغ گفتین که ما به تو باور داریم. همین را سیاست میگن دخترم. از همه چیز خبر میباشی و همه چیز میفهمی، اما بر روی کسی نمیاری. طولن خانم زنگ زده. طولن خانم جان خوب هستم. شما چطور هستین؟ همیالی از قصر برآمدم. آی در کجا قبول میکنه؟ اما من خود میگم حتما کدام گپ هست. همه بسیار جگرخون بود. به خدا مجبور شدم به محفل آخر هفته دعوتش کنم. فکر میکنم حتما میاین. از این به بعد باید به خاطر بیگناه ثابت کردن خود در هر محفل بیایه مجبور است. حق دارین طولن خانم جان. حال دیگر رئیس شورای زنا باید به خاطر حمیده خانم زود تصمیم خود بگیرن. انسان ها در حال تغییر می باشن، اما فواید شورا ثابت است. درست است جانم. باز در محفل می بینه. تو چرا در این کارا مداخله می کنی؟ فقط که همه چیز می فهمی. شما بادام تازه خوش دارین؟ وقتی که ما و خواهرم طفل بودیم خالیم هر وقت بر ما می آورد. بسیار خوش می شدیم. طفولیت بود دیگه. بله طفولیت. نام طفولیت که گرفتی سمبوسای مزه‌دار به یادم آورد. خدا بیامرز مادرم با دستای خود بسیار مزه‌دار پخته میکرد. دست پختش بیجوره بود. 4 مغز، پسته، هیل، هر چیزی که میافت داخلش منداخت. وقتی بوش دبینی میرسید دیوانه میشدم. متاسف هستم. کار در دنیا نیست. زندگی سرتان باشه. انشالله که جایشان در بهشت باشه. دوستا زنده باشن. مادرم امسال فوت کرد. خالم میگه خداوند انسانای خوب زود پیش خود میخواه. بگیرین. واقعا سلطان خاله بسیار یک زن مهربان است. یعنی یک زن دلیر و پاک دل است. از هیچ چیز نمیترسه. زنده باشه و من زیاد خوبی کردم. من خالیم بسیار زیاد دوست دارم. البته بعضی وقتا با هم گفتگو میکنیم، اما او را جگرخون دیده نمیتونم. از همین شهر هستین؟ از منطقه مصطفی پاشا هستم. شما چی؟ من اصل از اونوس هستم. یعنی در کنار دریا بزرگ شدین؟ بله. اینجا به خاطر کار آمدین؟ بله. راستش من به خاطر کار اینجا هستم. یعنی بعد از مرگ مادرم زیاد اونجا بوده نتانستم. برچاک خانم. فهمیدم. شما مق به جانب هستین. کدام کار پیدا کردین؟ یعنی شما میخواین چی کار کنین خانم؟ گل پرورش میتم. یعنی گلخانه دارم. یک کار لطیف است. زنده باشین.
آی خدا بادمم از پیشم افتید. آی نه خدا به زحمت ساختین خانم برچاک. وقتی توقف کردم ما پیداش میکنیم، شما زحمت نکشین. نه اگه پیداش نکنم زیر پای میشه، گناه داره. خب ما موتر استاد میکنم تا که شما او را به راحتی بپالین خانم. پیداش کردم. میبخشین شما را ناق به تشویش ساختم آقای الماس. خواهش میکنم. یعنی اصلا در قصه پیشنهادتان نشد اما تو نیست؟ متاسفانه بله. گرچه من خواستم کمی بترسانمش اما فکر نمیکنم سرش تاثیر کرده باشه. یعنی زیاد سر خود اعتماد داره اما بسیار اشتباه میکنه. یک بار این مشکل حل شوه باز از این کارش او را پشیمان خود ساختم. اگه قضیه نظر به اظهارات او پیش بره برای ما بسیار مشکل خلق خواهد کرد. من شما را چرا انتخاب کردم؟ به خاطر که این قسم قضایا را بسیار به خوبی حل می سازین. پس کوشش کنین تا اظهارات خود دوباره بگیره. این کار به شما خود هیچ سختی نداره. البته یگانه راه نجات ما همی است. فرض کنیم که هوا اظهارات خود پس نمیگیره خانم حمیده. باز وقت به خاطر طرفدار ساختن دیگه شاهدین هر کاری که از دست ما بیایه باید انجام بدیم. منظورتان از جونیت است؟ این کار امکان نداره. فکر میکنین او آدم به دستای خود به دار میزنه وکیل صاحب؟ هیچ وقت قبول نمیکنه. اگه معلوماتتان درست باشه آقا رمزی در این قضیه بسیار به درد ما خواهد خورد. آی بله بله، یعنی او هم به اندازه ما گناهکار است اما در اظهارات نام ازش گرفته نشده. معلوم میشه که خانم هوا نام پدر خود نگرفته اما اشتباه کرده. آقا کریم ما باید از امی خلا استفاده کنیم. ما هم کاملا در امی باره فکر میکردم حمیده خانم. میگم اول باید کوشش کنیم تا با آقا رمزی تماس بگیریم. برش میگم اگه هم دست دخترت شوی جزای تعزیه‌ام کرده سنگین تر میشه. باز وقت میترسه و اعتراف خواهد کرد. یک گپ براتون بگویم. اگه برش یک مقدار پولم بتیم آماده میشه. حتی ایران قبول خواهد کرد که هوا دختر من نیست. هر کس در زندگی یک نقطه ضعف داره حمیده خانم. پس من دیگه باید برم. درست است. رفتم میتونی. در ضمن شما باید به زندگی عادی خود ادامه بدین حمیده خانم. ای چطور امکان داره آقا کریم؟ ها؟ روزنامه را نمیبینین؟ عکس ها و خبرها کی میمانن؟ ما میگم باید بیرون برای این کسایی که با دیدنتان میان باید ازشان پذیرایی کنین. با مردم باید ایره ثابت بسازین که شما هیچ کاری نکردین. یک بار فکر نکنن که از شرم خود در خانه زندانی ساختین. مرا در محفل شورا دعوت کردن. به نظرتان باید اونجا برو؟ البته حتما برین. اگه امرای خانم ها در یک محفل بشینین این کار بسیار به نفع ما خواهد بود و دیگه ای که بی‌طرفی ما را نشان میده. برین و از خود کمی دفاع کنین خانم حمیده. فهمیدم. فعلا روزتان بخیر. روز بخیر. این آدم به درد من میخوره. بله. آقا کریم با فرماین یلماز خان. ده بالا نخواستم پیش حمیده خانم گپ بزنم. کارت چی قسم پیش میره؟ ما و حمیده خانم هم ده همی باره گپ میزدیم. خوش آمدین. هوا خانم نیت رد کردن اظهارات خود نداره. اگه او را قانع ساخته بتونیم بسیار به نفع ما خواهد بود. راستش یک راه نجات حمیده خانم از این اتهامات امی است.
هیچ فکر نمی کنم که حوازی گپ صرف نظر کنه. یلماز خان، ما در زندگی کاری خود از این کده با ناممکنه ها روبرو شدیم. به نظر من یک نفر خواد بود تا او را از این کارش منصرف بسازه. مهمی است که اون نفر بشناسیم. شما راست میگین. با اجازه تان من باید برم دیگه. البته روزتان بخیر. جمیله دخترم. چطور هستین کاکا جان؟ راستش نمیفهم که چطور سر پای استادستون بچیم. به نظرم این قضیه کدام راه حل نداره. خانم کاکایم ده حوزه چیز نگفته، اما ده دادگاه کل چیز خواد گفت کاکا جان. میفهمم بچیم، میفهمم. خب شما چی خواد کردین؟ قاری یوسف وجای از کاکا جان، اما رفتارش هیچ خوب نیست و فکر نکنم تنها دلیل قهر بودن جزا دادن به خانم کاکایم باشه. باید عاجل یک کاری کنین کاکا جان. شاید شما نخواین که خانم کاکایم پیش چشمتان به زندان بره. البته بچیم، البته که نمیخوایم. تو کدام مفکوره داری؟ وکیل را نشان داد کاکا. هوار قانع بسازین کافی است. بیا از او دختر در اظهارات اول خود گناه را سر جونیت انداخته. امی که بتانی اظهارات اولش حفظ کنی کافی است. فهمیدم بچیم، گپ تو رو فهمیدم. هر کس در غم خود است. همینجا پایین میشم. همینجا زنده باشین، شما رو به زحمت ساختم. زحمتی چی جانم؟ خواهش میکنم. پس این شما نوش جان کنین. راستش نمیگرفتم، اما واقعا که مزه‌دار بود. نوش جانتان. به خالم سلام بگوین، درسته؟ علیکم سلام. روزتان بخیر. از شما برچاک خانم. یکان چیزگان براتان بیارم یوسف خان؟ زنده باشی. حتما به خاطر نوشته روزنامه ها جگرخون هستین. ما و دوستام خواندیم، واقعا بسیار جگرخون شدیم. البته باور کردنی نبود. لطفاً به گپایی که مربوطتان نیست مداخله نکنین. شما خفه شدین یوسف خان؟ درست است. معذرت میخوایم یوسف خان. چطور هستین خاله؟ بچه خیرت باشه، بسیار خوش معلوم میشی. کدام گپ نیست خاله جان، گوشت آوردیم. زنده باشی. چای می نوشی؟ از این میخورین خاله؟ ای چی است؟ ها، بسیار خوش دارم. بسیار خوبیش است. از کجا گرفتی؟ برچاک داد. با شما سلام رسان. کدام برچاک؟ امرای یلماس معرفی شدم. نام برچاک گفتم. هاش کنین کدام
اشتباهی نکنین. برچاکه میگم خاله، خواهرزاده تان. خاله چی شده؟ خوب هستین؟ خاله چی شده؟ نفسم قطع شد. خوب هستم. توبه توبه. حال خوب هستین نه خاله؟ بله خوب هستم. تو در کجا او را دیدی؟ برچاکه در کجا دیدی؟ هیچ نپرسین خاله، تصادفاً دیدم. پشت گوشت میرفتم، اوم به نظرم که به کار میرفت. یک دم پیش محترم آمد. ایره بیبی. ها به خدا، خوب شد که فکرم گرفتم، اگه نه گار میشد. اگه تکر میکدم به خدا بسیار بد میشد، یعنی باز دغم میماندم. خدا را شکر که چیزی نشده. خسته نباشین. زنده باشین. یوسف ودر از قدم زدن آمدین؟ راستش من استاد میشدم، اما شما برام گفتین که برو. فرق نمیکنه. از این میخورین؟ چی هست؟ بادام تازه. داخل آمدن میتونم یوسف؟ بیا، ما منتظر تو بودم. بادام تازه گرفتم. در این روزا دهن من بسیار بیمزه شده. اگه میخوایی تو هم بخور. تازه است و تو هم گرفتیم. نه خیر، زنده باشی الماس. پس من میرم که دوست بیرون ببرم، اگه نه زمین و زمانه به هم میزنه. درست است. خاله بگو بچه. بابا چیزی نگفته؟ در مورد او امانت. بچه تو به نظر خود بار وجدان خود کم ساختی. بعد از اینه دیگه نام هوا را بگی و نه به تشویشش باش. این قسمی به خیر کلگی ما خود بود. باده جان، با خدا فکر میکنم که خوابیدی. باش که پیش از آمدنتان دروازه رو تک تک میکردین. کاش که تو میشینیدی باده جان. فهمیدم که در کدام خیالات غرق هستی. فکر کنم در مورد تولد نواسیم فکر میکنی، اما تو نیست. با هر صورت مادر در قصه من نشین. شما چطور هستین؟ شکر، بسیار خوب معلوم میشین. زنده باشی جانم. با خدا بسیار خوب هستم از برکت پدرت. اگر راستش بپرسی بسیار خوش شدم. فهمیدی؟ من در اول بسیار ناراحت بودم، اما بعدن پدر تمام گپایی را که گفت همگی ما خجالت کشیدیم. اونا فقط خوشبختی مرا میخواین، نه چیز دیگه.
از همین خاطر هر کاری که در نظرشان خوب بیایه انجام میدن. یک دانیم کاش که راستی و صداقت جای خود پیدا کنه. مرا بیبی در میدان ماندم، در حالی که فقط خوشی شما را مد نظر گرفته بودم. به هر صورت وقت تو استراحت میکردی خانم نزاکت همراه دخترش اینجا آمده بود. همسر رئیس شهرداری را میگین؟ حتما در روزنامه خواندن، اما اونا زیاد چیزی را برویم ناوردن. فقط خواستن بگوین که بخیر دیر شود. برم گفتن از هیچ چیزی نباید خجالت بکشین، شما هیچ وقت این کار کردن نمیتونین. حتما کدام غلط فهمی صورت گرفته. مرا به شورای خود دعوت کردن. خب شما اونجا میرین؟ نمیفهم، هنوز تصمیم نگرفتیم. آقا کریمم گفته بود که خود از کسی پنهان نکو، اما میفهمم. آله برم میگی که من فقط در مورد خود فکر میکنم، اما تو نیست دخترم. من فقط در مورد شما فکر میکنم. حال همگی متوجه کارهای ما هستن بادر جان. دهن مردم خو کسی بسته کده نمیتونه، هر کس هر چی خواست میگه. میگن یوسف همراه حوا ازدواج میکنه، یا میگن بادر طلاق میده. اما اگه ما مثل دختر و مادر با هم با او شورا بریم چطور؟ دهن همگی بسته خود شد. باده عزیزم، ما و تو فقط خوشو و عروس خو نیستیم. تو مثل دخترم هستی. در این وقت باید از همدیگه حمایت کنیم، همه تو نیست؟ خاله پیام مرا دریافت کردین؟ حالا پیامتم گفته بودم، خودتم گفته بودم. دختر تو میخوای چی کنی؟ ها؟ برچاک دیگه کدام احمق است؟ برچاک دیگه کی است؟ شخصیت جدیدم است. دیدم که از هوا خیری نیست، خواستم یک بار برچاک امتحان کنم. چی کنم دیگه؟ گوش کن، تو را با دستای خود میکشم، اما این اجازه را هیچ وقت برات نمیتم. فهمیدی؟ آی خاله ناراحت نشین، بلیاس خدا. کمک کنین که از این جنجال خود خلاص کنم. خدایا خودت برم صبر بده. فقط که همراه دیوارا گپ میزنم ها؟ خدایا صبر بده، خدایا صبر بده. راستی بعد از رفتن تو وکیل آمده بود. در این مورد بعداً گپ بزنیم. درست است. نزدیک بود فراموش کنم. به تو چند نمونه را نشان میتم. ما هم تصادفاً دیدمشان. اینا بسیار مقبول هستن. ببین ایره وقتی که طفل تازه تولد میشه میگیره. ایام بسیار مقبول است. یا مقبول است. تو میخوایی طفل ما دختر باشه؟ فقط سالم باشه. انشالله. به نظرت اتاق تورانم دوباره تزیین نکنیم؟ مثلا یک تخت خواب بزرگتر برش میگیریم، لوازم خانه رو تبدیل میکنیم.
نظر خوبی است. پرده و قالینشام تبدیل میکنیم. بیا زود، طفل ما همینجا در گهواره میخوابه. میشه حالا در این مورد گپ نزنیم؟ درست است یوسف. امروز من بسیار خسته هستم. کمی کتاب میخوانم و باید استراحت کنم. فهمیدم. اما اگه ما دست به دست مثل مادر و دختر به او شورا بریم، دهن همگی بسته خواهد شد. در این حالت باید از همدیگه حمایت کنیم، اما تو نیست؟ بیا. مادر جان. جان مادر، خوب شد که آمدی. ما میخواستم از کس نظر بگیرم دخترم. حال برم بگو، ایره بپوشم یا ایدگیشه؟ به نظر من همراه ای جمپرتان ای دامنه بپوشن. ای قسم مقبول میشه، بسیار شیک میشن. بله راست میگی، زنده باشی. تو هم همراه میری؟ دقیق نمیفهمم مادر جان. شما خو میفهمین من مشکلات سختی را سپری کردم. اگر راست بگویم هنوز سپریام نشدن. بیازو یوسفم به خاطر که به خود کدام ضرر نرسانم همراهیم است. دخترم تو چرا یک قسم گپاره میگی؟ بلیاز خدا ها؟ همین قسم است مادر، همین قسم است. اگه واقعیت قبول کنیم باز راه حلش آسان تر خواهد بود. باده جان، تو خو میفهمی که یوسف حواره رها کرده، نباید ایران فراموش کنیم ها؟ بله، اما به خاطر این موضوع نباید امیدوار باشم. یوسف هم همین گپه برم گفت. اما من قبل از تولد شدن طفلم میخوایم او را دوباره به دست بیارم. این کار کردم میتونم. این را احساس میکنم مادر. شایدم خود وادار میسازم که این احساس داشته باشم، نمیفهمم. ولی هرگز منصرف نمیشم. آفرین. نباید هم منصرف شوی. فقط قسمی که شما هم گفتین ای بسیار مشکل خواهد بود. باید همیشه با هم باشیم، دست به دست و شانه به شانه. ای دعوت ساعت چند است؟ ای به خاطر که ما جگر خون نشم مجبور نیستی ازشان حمایت کنی. ایره خو میفهمینی؟ راستش مام گپای مادر ما تصدیق نمی کنم. اگه ناراحت هستی تا وقتی که تو در کنار من هستی من هیچ وقت ناراحت نمیشم، چون شمه راحتی من همیشه در چشمای تو روشن است. شادخت کوچک. خوش آمدین خانم سوزان. خوش باشی دخترم. چطور هستین خانم؟ تشکر، خوب هستم. جلال در اتاقش است؟ در اتاقشان هستن. من همیال از آمدنتون خبر میتم. نه خیر دخترم، میخوایم او را متعجب بسازم. هر قسم که شما خواسته باشین.
سوزان؟ فکر کنم کار دارین. کاش که به خبر نمی اومدم. نه نه خیر. او را پسندتر انجام دادم میتونیم. تو در اینجا چی میکنی؟ در خانه بسیار خسته شدم. خواستم کمی قدم بزنم. بسیار شیک شدی. همه که در دکان دیدم خوشم آمد. به عنوان تحفه سالگرد ازدواج ما با جلال گرفتم. هر سال فراموش میکردم، اما امسال به یادم بود. تو منور هستی اما تو نیست؟ بله. ما با اجازهتان به کار میرسم. بشین نه. بله بچه جان میایم در هتل یک اتاق بگی درست است، اما اتاق باید 2 نفره باشه بچیم. بله نه خیر بچیم چیزی نیست، فقط دق شدیم. باور کن هر وقت که آمدم باز گپ میزنیم. به خدا بسیار دق شدیم. نه هنوز تکت نگرفتیم. حالا میگیرم. فردا صبح با اولین موتر پیشت میایم. درست است. با امید دیدار بچه. درست است امین جان. خداحافظ. من میرم خانم هوا. نباید دادان در روزه میمدی جلال، به خاطر که جلسام داشتی. خیر است قصهش نشون. ما میره گفتیم که تو رو تا خانه برسونم. ای چه قسم به مسئولیتی است؟ بدونی که با ما خبر بتن چطور مهمانه در اتاق ما روان میکنین؟ معذرت میخوایم آقا. خانم سوزان خواستم که شما رو متعجب بسازم. فرض میکنیم اگه من کدام مهمان مهم میداشتم ها؟ اگه کدام جلسه مهم میداشتم باز چی میشد؟ دخترم اگه مانع شده نتونستی باز باید یک قسم برام خبر میدادی. دوستا ای از طرف آقا عثمان و آقا اسمت است. سر دیگه پولا بندازین. اسما این پول چی است؟ راستش امروز سالگیری خانم منور است. به خاطر کیک پول جمع کردیم. واقعا؟ خانم منور کجاست؟ در اتاقش است؟ پیشتر برآمد و رفت. ما هم خواستیم که فردا تجلیل کنیم. خوب است. گپای ما فراموش نکنین. درست است؟ بسیار مقبول شده. تشکر میکنم. آی مادر جان، چقدر کار خوبه کردیم که آمدیم. به این تحول بسیار ضرورت داشتم. البته دخترم. بله البته. بانکی زمستان و برف خلاص شوه. باز بیبی که چقدر چکر میزنیم و هر جای میریم بی از او به صحت طفلان مفید میباشه. خانم ملیه روزنامه را خواندین؟ موضوع خانم امیده رو میگی؟ هیچ پرسان نکو. به خدا تعجب کردم، اما وقتی قدر پول و قدرت در دست انسان باشه طبعا هر کاری را کرده میتونه. دختر با خانم امیده شان چای بیار. چای می نوشن خانم امیده؟ بله می نوشن. روزنامه امروز خواندین آقا درویش؟ خواندم خانم امیده. بسیار جگرخون شدم. آی چرا باید جگرخون شوی جانم؟ رسانه هرچی خواستن نوشته میکنن دیگه. گپای دروغ و حق و ناق. مردم ما هم گپای ناقشانه باور میکنن. به خدا عیب است. بسیار عیب است.
نوشی جان علالت باشه. چی شده؟ چی شده؟ نوشی جان چی شده؟ آمدم. بسم الله. خیرت باشه خاله. ای عجله به خاطر چی است؟ عجله میگی؟ تو هنوز کجاش دیدی؟ همراه یولماس چی بد کردی؟ میخواستم براتون بگویم اما موبایلتون رو قطع کردین. خواستم که در مقابل مستاد شده برم بگویی، ببینیم که چقدر جرأت داری. خاله میگین که انتقام میگیریم، باز من که قبول میکنم و کارا رو پیش میبرم برام میگین صبر کن. این کارا نکن. چرا؟ به خاطر که باید صبر کنی. یک قسم سرتا بلند نگی. گفتم که اجازه نمیتم یولماز عاشق خود بسازی و برد گفتم که من همراه در این کار نیستم، اما تو بازم کار دل خودم میکنی. پس دست ما بگیرین که با هم انجامش بدیم خاله جان. ما در مورد هر دوی ما یک فکر بسیار خوب کردیم. بگی فردا صبح با اولین موتر هر دوی ما برقرار میریم. اگر لازم بود اینجا آمده اظهارات خودم میتی. هیچ که نشد خواهر مرازی میسازیم و همراه ما بیاید. خاله خلاص شد. ما گپ خدا برات گفتم. کلش هم قدر بود. شما چرا درک نمیکنین؟ ها؟ من خب به شما کل چیزا گفتم. چرا آتشی را که در قلبم روشن است و حل از شعله‌ور میشه نمیبینین؟ نمیشه. عاقبت کار خیر نیست. بیبی این کار خو میکنه اما بالاخره پشیمان میشه. هیچ فایده نداره. او پشیمان میشه خاله. مطمئن هستم او پشیمان میشه. از اینکه به وعده‌اش وفا نکرد، از خاطری که مادر به من ترجیح داد و از این دروازه برآمد رفت، او پشیمان میشه. پس لطفا شما مانع من نشین. ما در قصه یوسف نیستم. مشکل ما تو هستی. پس خاله شما چرا مرا درک نمیکنین؟ اگه آتش قلب من خاموش نسازم برای خود ادامه دادن نمیتونم. انسان وقت عشق خود با کسی دیگه ببینه تحمل کردن میتونه؟ نمیتونه. او هم نباید بتونه. فکر کو همه جای آتش زدی و از بین آتش سالم بیرون آمدی. یوسف هم طبق میل تو پیش پای تفتیده. از تمام کارهایی که همراهی تو کرده از تو معذرت خواست. باز چی خواد کردی؟ آتش قلبت خاموش میشه؟ همه ترس؟ خاموش میشه. آی خدایا، تو با این گپایی که میگی خودت باور میکنی هوا جان؟ با خاطر که آتش کوچک خاموش بسازی با یک شعله بزرگتر گرفتار میشی. دنیای خدا کاملا تباه میسازی. من اجازه را برات نمیتم. اگه تو بازم دو پایده یک موزه کدی میگی کارم میکنم، بازی گازی میدان. اما من نیستم. فهمیدی؟ نیستم. خاله خاله ها؟ بیبی اگه من خالت هستم و بالای تو اقدر حق داشته باشم گپ ما قبول کرده فردا به ازگاه میایی. اگه نامدی باز دیگه خاله نخواد داشتی. بعد از تو خلاص میشم.
آی آیسته سلطانه نزدیک بود امرای ما تکر کنی. میبخشی خواهر، دختر تصاب ما خراب ساخت. یعنی نمیفهمم دا آسمان هستم یا دا زمین. ای باز چی میگه؟ باز در گوش چی چیزا را خواند ها؟ خانم برچاک. آقای الماس چی یک تصادف خوبی. از او شیرینی بادام به خاله سلطانم دادم. به یوسف خانم کمی دادم. شما خوب هستین؟ خوب هستم. راستش هوا کمی سرد است. اگه میخواین بیاین که چند دقیقه بشینیم. خوب میشه. دایما نیمه زمستان و نیمه بهار است. اما معلوم میشه که امسال بهار کمی ناوقت میرسه. همین قسم است. خداوند هیچ وقت کسی را تنها نمانه. دیگه هیچ مهم نیست. مثل مادرم گپ میزنم. من تفریحگاه را بسیار دوست دارم. اگه میخوای آرام شوی باز باید اینجا بیایی. صدای پرنده ها، صدای اطفال همیشه در گوشت میاد. دوستم هم اینجا را خوش داره. اما اگه میخوای تنها باشی باز از طرف شام باید بیایی. بسیار آرام بخش میباشه، بسیار خاموش و بی صدا. ما می تفریحگاه را بسیار خوش دارم. پس شما از طرف شام اینجا میایین. من اکثرا بعد از ختم کارم میایم. همین قسم میشینم و دیگرها را تماشا میکنم. کمی با خودم فکر میکنم. راستش برچاک، یعنی چرا قبل از ما تو هم دیگر را ندیدیم؟ اگه من شما را میدیدم باز هیچ وقت فراموش نمیکردم. نمیفهمم. از قدیم گفتن هر کاری از خود وقت داره. قسمت ما امروز بوده. تقدیر است. نام تو دوست است؟ از شما خوشش آمده. گرگ آرامی است. کارامل اسب مقبوله. مرا با یاد داری؟ پشتم دق شدی؟ آفرین به تو. کارامل دیگه از تو است. به خاطر سوار شدن نه؟ دلت که سوار میشی یا نمیشی؟ یه دیگه اسب تو است. یعنی چی؟ میخواین اسب خدا به من توفه بدی؟
خوش آمدی یوسف خان بچه. خوش باشین کاکا. اگر از آمدنت خبر می داشتم باز اسبت آماده می کردم. نه خیر کاکا، با سوار شدن نامدیم. فقط خواستم یک بار بیایم. وقتی دل انسان تنگ شود باز قدم‌های شوره به جایی که آرام بخش باشه میبره. بسیار بزرگ شده ماشاءالله. تمرینارم به بسیار خوبی انجام میده. بسیار شبیه مادرش است. معلوم میشه چیزی که تو را اینجا کشانده خبرهای روزنامه است. وقتی هوا را برم تسلیم دادی هیچ چیز ازت نپرسیدم، اما قلبم هیچ راحت نیست بچیم. خبرهای نشر شده راست از بچیم؟ خانم حمیده ای همه بدی ها را در حق او دختر انجام داده؟ او چطور است؟ خوب است؟ هوا بسیار قوی است. یک دختر با اراده است. اگه آسمان و زمین به هم بخورن قدرت خود از دست نمیته ماشاءالله. کوشش میکنه سر پای خود استاده شوه. در ای اواخر زیاد دیده نمیشی یا شاید ما همراهت مقابل نمیشم. دیگه بین ما چیزی نمانده کاکا. ای گپ مربوط به خودتان از بچیم. در این مورد فقط خودتان تصمیم بگیرین. اما هیچ شک ندارم که در این دعوا حقیقت حتما برنده خواهد شد بچیم. تشویش نکنین کاکا. اگه ما بخوایم یا نخوایم عدالت راه خدا پیدا میکنه. خوش باشی. نمیخوایم بچه. شاید بهتر بود که نمی آمدیم. آی چرا دخترم؟ متوجه نیستی؟ غیبت ها کم شده میره. خانم اسیلا جان. سلام خانم امیده. چطور هستی؟ در مورد دان شنیدم بخیر بگذره. نه خیر جانم. او قدرم گپ مهم نیست. رسانه خو همه قسم هستن. اظهارات مدادن. بله خوب. به هر صورت فعلا با خانم فدان کمی کار دارم، باز بعدا میبینیم. بفرمایید. بخیزین که بریم از اینجا. خانم تیلین اینجاست. سلام خانم تیلین جان. خانم حمیده چطور هستین؟ کاش که کمی استراحت میکردین خانم حمیده. نه خیر جانم. در اینجا خود راحت احساس میکنم. بیا زود دق شده بودم. راستش خانم حمیده به نظر شورا اگر شما کمی دگام استراحت کنین بهتر خود بود. خب دیگه با اجازه تان من دیگه باید برم. اگه خواسته باشین با دوست شما را همراهی میکنم. هوا رو به تاریکی است. نه خیر زنده باشین. بیزو خانه میرم. ما عادت دارم که در این وقت قدم بزنم. مثل صبح نمیخوایم دوباره به زحمت شوین. زنده باشین. روزتان بخیر. روز شما هم بخیر. خانم برچاک، صبح قیتک مویتان در مو طرف دیده بود. پس در موتر شما هفتیده. من بسیار پالیدمش اما پیداش نتونستم. اگه خواسته باشین در موترس میارمش. نه خیلی لازم نیست. زنده باشین. حالا به زحمت میشین. کدام وقت دیگه ازتان میگیرمش. خب دیگه خداحافظ. بیا دوست.
یکم بگیر. یعنی شما در مورد من شک دارین؟ ببینین گفتن این گپ به ما آسان نیست. حضور شما در شورای ما بسیار مؤثر است. باور کنین این را تنها به خاطر خود نمیخوایم. میفهمین که شورای ما بسیار بزرگ است. اگر کسی چیزی بگوید که بدتان بیایه، باز هم شما خفه میشین هم ما. درست است خانم تیلی. ضرور نیست خود خسته بسازین. من خودم کل گپ فهمیدم. حالا باده دخترم بریم. هوا دخترم، تو در اینجا چی میکنی؟ من با تشویش تو بودم. خب راستی؟ نه که با دیدن روزنامه به فکر جانت افتیدی. اظهارات خواندم، باز پیش خود گفتم اینه دختر. حمیده را گرفتن. نظر به ای که کسی پشت من آمده، حتما نام مرا ندادی. با تشویش ما بوده. آخر گرفتار شدی. او هم به بدترین شکلش. تشویش نکن، من چیزی نگفتیم، اما خانم حمیده بسودی خواد گفت که دختر بچه‌ن فروخته بودی. این کار هیچ خوب نیست. کدام کار خوب نیست؟ ما کار بدی کردیم؟ اما صبر کن. خانم حمیده بیزو به خاطر نجات خود دست و پا میزنه. با تو هم یک چند قران دیگه میته تا این ماجرا را از سر نوشته کنی. تو نیست به خدا، من دیگه عقلم در سرم آمده. بعد از این حقیقت همگی خود فهمیدن من طرفدار تو هستم. آمده من میره بگویم. خوش آمدی دخترم. ایده اینجا چی میکنه؟ راه خود گم کرده. حالا که فهمید اشتباه کرده پس میره. ترسیدی همو تو نیست؟ راستش هیچ تعجب نکردم. من طرفدار شما هستم. آمدیم که با هم باشیم. لعنتی. اوه بیبی کی آمده؟ چی شده؟ ترسیدی؟ نخیر چرا باید بترسم؟ ما و تو که هر قدر دور باشیم بازم راهی ما به یک دروازه ختم میشه. از ما چی میخوایی؟ میخواییم برای تیره بگوییم که قیامت نزدیک است. آواز سنگای دامن خود بیرون ریخته. یا پلیت روزوی تو سنگین میشه یا از خونجی اغلا یا یک از ما. اما ما به قانون اعتماد کامل دارم. اگه کدام خطایی را انجام بدی باز مرا چرا حمد سوزن فکر میکنین؟ ما کم از کم به اندازه هوا مظلوم هستم. کسی به گپت باور میکنه یا نه نمیفهمم، اما گپم خوب گوش کن. ما هیچ وقت به احترامی تو را نکردیم. همیشه برم دروغ گفتی، همیشه مرا فریب دادی، اما بازم ما پدر خطابت کردیم. حالتون باید دین خود انجام بدی. به خاطر نجات دادن خودت نام ما یا آواره نباید لکه‌دار بسازی. فهمیدی؟ ما هم خب همین گپا میگم جونید. هر چی که قانون از باید همون برقرار شود. پیشتر به هوام همین گپا گفتم. او چطور است؟ خوب است؟ خوب است ماشاءالله. خدا میفهمه چه قسم تهدیدش کرده بودن که اول نام مرا داده بود. باز تحمل کردن نتونست منصرف شد. میترسم که پیش رویش برم.
مادر جان بیاین مادر بیاین. خانم حمیده پنار زود باش دواهای مادر ما بیار زود باش. مادر جان لطفاً کم دگام تحمل کنن. جمیله تا حال هیچ وقت اقدر زود از محفل بر نگشته بود. بیبی چی میگم به خدا کسی برش چیزی گفته؟ یک بار بیبی که او به چی حالت رسیده؟ میبینی دختر یک زن مثل کو آلچی قسم به خاک یکسان شده. صبر کو که دواهایش ببرم. بیاین مادر جان کم مانده. بیاین که اونجا بشینیم. راحت باشین درست است؟ کلشان در ظاهرم رم خنده میکنن اما در غیابم هر قدر شد سرم گپ میزنن. آرام باشین مادر جان لطفاً در قصهشان نشین ها. حالا کمی خوبتر هستین؟ حمیده دخترم چی شده؟ با مادرم به محفل رفته بودیم باز اونا مادرم جیگرخون ساختن. خدایا لطفا چی میشه مرا از این مشکل نجات بده؟ یا جان ما بگی خدایا جان ما بگی. حمیده مادر مادر جان چشمایتون باز کنین. با خاطر جگرخونی بیش از حدشان فشارشان با مشکل کنترل کردیم. از جگرخونی هایتان خبر دارم. بعد از این امیده خانم یک حالت وخیم پیش رو خود داشتن. باید متوجه سطحشان باشین. خب دکتر صاحب به خاطر تکرار نشدن این حالت باید چی کنیم؟ باید از تشویش ناراحتی دور باشن اما در قسم یک وضعیت بسیار مشکل است. حداقل امشب باید امیده خانم تحت مراقبت ما باشن. وضعیتشون بسیار جدی معلوم میشه. باید از نزدیک مواظبت شون. زنده باشین. بسیار تشکر. شفا باشه بازم. زنده باشین. مادر جان تشویش نکنین همه چیز خوب خواهد شد. فقط شما خود از دست نتین درست است؟ پدر من میرم به یوسف و منور زنگ زده خبر بتون. یولماز خان خوب هستی حمیده؟ مرا خانه ببر یولماز خان. نشنیدی خانم که دکتر گفتم شبام باید اینجا باشی. اگه مردنی باشم در خانه خود بمرم. البته تا هنوزم خانه من گفته میشه. بعد از این دیگه جرأتی سیل کردن بروی کسی را ندارم. مامان یال آمدم. پنار گفت مادرم به شفاخانه بردن. راست میگه. خب آل کجاستین؟ مادرم چطور است؟ برش دوا داده پشتکاری هم تزریق کردن. آل خوب است. به یوسف هم زنگ زدم اما موبایلش خاموش است. اگه نه برش خبر میدادم. تو میفهمی کجاست؟ نه خیر یعنی نمیفهمم. اگه در خانه می بود دخترها حتما برام میگفتن. فهمیدم. خب آل پس میایین؟ دکتر گفت امشب باید اینجا باشن. پس من میال پیشتون میایم. نه خیر منور صبر کن. به خاطر که حمیده مادر میخوای امشب خانه بیاید.
باده چرا میخوای خانه بیای؟ دکتر گفته باید بستر باشه. اینجا همگی درباره اون موضوع گپ میزنن. حمیده مادر بسیار جیگرخون میشه. از همین خاطر فکر نمیکنم بخوای اینجا باشه. اوف درست است. به هر صورت هر وقت برات زنگ زدم باز اینجا بیا. درست است؟ درست است فهمیدم. ماده بیرون منتظرت هستم. دخترم تو زحمت نکش، من خودم میبرمش. درست است آقا، شفا باشه. زنده باشی دخترم. بفرمایید پدر. زنده باشی دختر. جانم کجاستی؟ با طرف ایستگاه بیا. جانم تو چی میکنی؟ کجاستی؟ اینجا خو هیچ کس نیست. نزدیک ایستگاه دزینا استاد است. هر جا که هستی بیرون شو جانم. چی گپ است جلال؟ این چی است؟ یک دنیای کوچک، یک دنیایی که بدون توقف در هر جا همراه ماست. یک رویای عجیب که هیچ وقت از او خسته نمیشیم عزیزم. این فقط احساس ما و تو است که به خواسته ما پیش میره و هر رقمی که خواسته باشیم زندگی کنیم. کاملا دنیای متفاوت. یعنی چطور؟ بعضی اوقات زندگی اجتماعی دست و پای انسان بسته میکنه. تو اگه خواسته باشی یا نخواسته باشی کاملا به حرکت میشی. ما هیچ وقت تو را مجبور نساختیم جانم. یک خانه برای تو آماده کردیم که هر وقت خسته شدی اینجا آمده زندگی کردن میتونی. اگه در دنیای خود با مام جای بیتی زندگی را که آرزویش داشتم همراهت سپری میکنم. سال روز تولدت مبارک. جلال با کارت داده شد اما ما تحمل کردن ندانستم و برای نامه را نوشته کردم. ای آخرین شب است که کثافات دور انداختم. ببینم که بعد از یکی تو را جمع خواهد کرد. ما باید همه قسم بدون سر صدا از پیش خانجی اغلوها جدا می شدم. چه نقشه به سر داشتم اما قسمت همی بوده که خاموشانه باید از اینجا برم. منور؟ بفرمایید خاله جان. خیرت باشه. کجا رفته بودی؟ راستش به خاطر که امروز سالگیری ما بود باز یک دوستم خواست که برم توفه بده. فقط همی. دختره من چطور سالگیریت فراموش کردم؟ بسیار میبخشی. کدام گپ نیست.
خداوند برد عمر دراز و پر برکت نصیب کنه یک دانیم. آمین انشالله خاله جان. خب دیگه ما داخل میرم. فعلا شب بخیر. شب بخیر. کل جای خانه گدبد است. باز خانمای محترمه رفته داشت پس خانه قصه میکنن. بله عزیزم خوابت برده؟ بفرمایین آقا جلال. منور. وای وای وای، یه خانم کوچک قصر بیبی. هوا تو هنوز نخوابیدی دخترم؟ خوابم نبرد، فکر میکنم. درباره چی فکر میکنی؟ هیچ چیز. بیبی خالد زنگ زده بود، میخوای تو رو با خود به انقره ببره. بعد از اینقدر گپایی که اتفاق افتاده سرش اعتماد ندارم، اما به سر امین قسم خورد عزیزم. گفت من نمیخوایم او را به آتش بندازم، هدفم نجات دادن او از آتش است. معلوم دارست که در اینجا یوسف فراموش کردن نمیتونی. بیبی خالت هم چیزی نگفت، از تو هم چیزی نمیپرسم جان مادر، اما گفت بسیار فکرای شیطانی در سرت داری. گفت میخوایی باز با خود جنجال خلق کنی. ای گپ راست است ها؟ برم حقیقت بگو. به خاطر حساب پرسیدن از او آدم ها، بله اما ترست سر خودت در بلا مندازم. واقعیت هیچ وقت پنهان نمیمانه. به عدالت واگذارش که دخترم، وقتی تو اینجا باشی عشق خدا فراموش کردن نمیتونی. همراه خالت برو. بیبی مام از پدر جدا شده پیشت میایم. در اونجا یک زندگی جدید آغاز میکنیم، یک دنیای جدید میسازیم. مادر هوا، اگه درباره خود فکر نمی کنی کمی درباره من خود فکر کن. من دیگه قدرت تحمل این عمره ندارم، یعنی دیگه ادامه دادن نمیتونم. از بین خود رفتم جانم. قربانت شوم. ای بار به گپم گوش بده دختر مقبوله. مادر جانم. ای مادر جان خوب هستین مادر؟ به چیزی ضرورت نداری حمیده؟ یلماز خان گوش کن، با آخرین بار از تو یک چیز میخوایم. اگه از من جدا شوی یا اگه طرفم هیچ سیلام نکنی، باید من از این درد نجات بدی.
حمیده تو حال کمی استراحت کن. درباره اینا بعداً گپ میزنیم. بعدن وجود نداره. ما با این شرمندگی دیگه هیچ زندگی کردن نمیتونم. اگه خانمتام نباشم به خاطر 2 اولادت این کار کو من نجات بدی. هوا باید اظهارات خود دوباره بگیره. اگر نه ختم این قضیه ختم ما خود بود، مام از بین میرم. منور دخترم، من در بیرون منتظر هستم. مادر جان، تو کجاستی یوسف؟ آمدم دیگه. چند بار برات زنگ زدم، چرا جواب نمیدی؟ در بیرون بودم. چی میخواستی بگویی؟ حالا برام بگو. مادر من به شفاخانه بردیم. به شفاخانه بردن یعنی چی؟ ساعتش خراب شد. چی بفهمم، اما تشویش نکن، حال خوب است، فقط ما رو کمی ترساند. موبایلم دموتر مانده. چی شدش؟ چی وقت شد؟ فشارش بلند رفت و صحتش خراب شد. ما به شفاخانه بردیمش. دکترها فکر کردن خونریزی مغزی کرده. با محفل شورای زنانه رفته بودیم. زنها خواستن از اونجا بیرون شون، یعنی تا ما را دیدن خواستن از اونجا بیرون شون. در کدام شفاخانه بردنش؟ نخواست اونجا باشه، ما هم خانه آوردیمش. حال در اتاقش خواب است. چی میکنه؟ استراحت است. وضعیتش چطور است؟ تو خبر نداری؟ بان که استراحت کنه، باز فردا ببینش. امروز 23 ساله شدم پدر. فراموش کرده بودم. امروز سالگری تو بود. اگه نمی گفتید ای وضعیت به یادم نمی آمد دخترم. جانم، تبریک باشه. صحت مادرم بهترین تحفه است برام پدر جان. پدر، بزرگترین توفیق که برام داده میتونین بودن در کنار مادرم است. من دیگه هیچ چیزی نمیخوایم. مام زیاد قار شدم. ای که به خاطر بیادرم خدا مرا و تمام اعضای خانواده من هیچ کدامش در نظر نگرفت. اما هیچ تعجب نکردم، به خاطر که در هر موقعیت زندگی ما بیادرم نقش مرکزی داره. تو چطوری گپا میزنی منور دخترم؟ تو بیادرت پیش ما یک چیز هستین، ایره خودت هم میفهمی. ما به خاطر بحث کردن پیش شما نامدیم پدر. از یکی کار مرا چقدر جگر خون میسازه، ایره هیچ کس درک کردن نمیتونه. میفهمم که کل ما در وضعیت بد قرار داریم، ایره درک کردن میتونم پدر جان. اما حالا دیگه هیچ دقیقش نیستم، به خاطر که خدا تنها احساس نمی کنم. منور دخترم. پدر جان، چی میشه پدر جان؟ کمی فکر کنی. هر قدرم که سرش عصبانی باشین بازم اون خانم شماست و از ما مادرم میشه.
و ما باید همیشه او را همراهی کنیم پدر. او فقط هم یک بار کمک خواسته. چی میشه؟ یک کار کنین پدر. همراه هوا گپ بزنین. یک کار کنین لطفاً پدر. اما ایران بفهمین اگه مادرم به چیزی شوه شما را او بیادر مرگز نخود بخشیدم. شبتان بخیر. تو را فراموش کردن نمیتونم. هنوزم در جای عطر تو را حس میکنم. چی میشه با لحاظ خدا از شیطان پیروی نکو. بیا که از اینجا بریم. دستادگاه موتورا منتظرت هستم. زود باش.
صبح بخیر بچیم. خیرت است، چرا زود بیدار شدین؟ خوابم نبرد، هیچ خواب نکردم. خوب هستین؟ بادر را ندیدین؟ با خاطر مادرم خفه هستین؟ یوسف، از دیشب تا حالا هر چی فکر میکنم هیچ به یک نتیجه نمیرسم، نمیفهم چی کنم. حیران ماندیم بچیم. باور کن با فکر و هوش تمام در کنارت هستم، اما بازم فکر میکنم به خود نیستم و اشتباه میکنم. در قلبم یک ناراحتی و یک درد حس میکنم بچیم. البته که گناهکارا باید جزای خود ببینن. حتی بعض وقت در بین خشک درام میسوزه، اما در زندگی هر چیز طبق خواست ما پیش نمیره. ایره خو میفهمی. شما میخواین چی بگوین پدر؟ نه بچیم، البته که در این موضوع نمیخوایم از مادرت پشتیبانی کنم و برای نجات و دروغ بگویم بچیم. یوسف، ما به خاطر خود از تو یک چیز میخوایم. چی میشه یوسف جان؟ چوب باش. هر کس هر قسم سواله که کت خاموش باش بچیم. حقیقت را در قلبت پنهان کن. پدر، بیبی ما عصبانی شدم. به خدا مام به اندازه تو سرش قار شدم. حتی فکر کردم که بعد از ختم تمامی مشکلات از مادرت جدا شوم بچیم. اما میفهمی او از جمله خانوادی ماست، از تخلص ما استفاده میکنه. هر کاری که کده باشه بازم تو خواهرت به دنیا آورده و بزرگ ساخته بچیم. حال خود کاملا از روی گشتانده نمیتونیم. حمیده، صبح بخیر. چطور هستی؟ خوب نیستم. در این صبح وقت کجا میری یلماز خان؟ یک کم خسته هستم. میخوایم به قدم زدن برم. میخوایم کم هوای تازه بگیرم. چطور هستین مادر؟ همراه گپ نمیزنین؟ بیدار شدی؟ چی وقت بیدار شدی؟ چند دقیقه پیش بیدار شدم. مام، چند دقیقه پیش بیدار شدم. تشنه شدم، به خاطر آب نوشیدن پایین رفته بودم. خوب کردی. اگه با مرمام در قسم نیستن، اما اقبه آسانی از زندگی خود تیر نمیشم. دروازه موتر باز کو، از دست خانو که یخم مازد. میبخشین خواهر، تا هنوز وقت پوره نشده. طول باید سواز کو کیرا بانم. هنوز وقت پوره نشده. پوره نشده؟ نه نشده.
های آمدم. تو اینجا چی میکنی یالماس؟ هوا؟ دخترم میفهمیدم که حتما میایی. بیا که در موتر سوار شویم. خاله گوش کنی. قربانت چم خاله، من بدون شما چی خواد کردم؟ ها اگه شما برین من حتی راه خود پیدا کردن نمیتونم. اگه من زمین بخورم دست مرا کی میگیره؟ ها اگر جگر خور شوم کی مرا آرام میسازه؟ لطفا نرین، شما کل چیزم هستین. بجز شما دیگه کسی مرا درک کردن نمیتونه. لطفا مرا باید تو یک وضعیت تنها نمانین. تو با کدام روی پیشم آمدی؟ چرا خواب است؟ تو را چی؟ تو با سوال من جواب بده. هر چی بگویی حق به جانب استی. من روی ندارم که به طرفت ببینم. از این که اینقدر خجالت زده آمدی حتما گپایت بسیار مهم است. به خاطر تمام ای کارا بسیار شرمنده هستم شریفه، اما از دستی ما چیزی ساخته نیست. اگه من از اول خبر می داشتم شاید ما نمی شدم، اما حال دیر شده. کار شدگی چاره نداره. یعنی البته که نمیخوایم از گناهکارا طرفداری کنم، اما کارای شوهر تو معلوم دار است. او رمزی هم ده قضیه دست داشته. ایره خود تو میفهمی، یعنی شوهر تو، پدر دخترای تو. اما ای پیونده به هیچ وجه تغییر داده نمیتونیم. حمیدام خانمیم است. میفهمم که او گناهکار است، اما بازم مادر اولادایم است. چند وقت پیش وقتی به دیدن هوا آمده بود با گفتنی که جونت گناهکار ثابت بسازه، باید درک کنی که من بسیار شرمیده بودم. اما حال بیشتر از او شرمنده هستم. بهتر از حاشیه روی نکنی. راست و مستقیم سر اصل مطلب برو یلماس خان. شریفه، البته که میخوایم گناهکارا جزای خود ببینن، اما باید این کار به خاطر خانواده خود انجام بدم. این کارم تو به خاطر من انجام بده لطفا. همراه دخترت
هوا گپ زده. او رو قانع بساز تا شکایت خودت دوباره بگیره شریف. چیزی را که خودت میگی گوشت مشنوه یا نه یلماز خان؟ اجازه بده که برات توضیح بدم. یعنی البته که گفتنی همه به تو آسان نیست. تو اولین ضعف من هستی، تو اولین محبت زندگیم هستی. من طاقت جگرخونی تو را ندارم. راستش میخوایم تو همیشه خوش باشی، اما دستایم بسته شریفه جان. هیچ کاری کردن نمیتونم. چوب باش، هوش کنی او روزا دیگه یاد نکنی. تو از همون وقت تا حال برم درد و رنج دادی. چندین سال سپری شد اما هیچ چیز تغییر نکرد و حالی هم همیده. با این کارهای خود دختر یک دانه من رنج میده. تو آمده مقابل میساد شده میگی که شکایت خدا پس بگیره. شریفه قسم میخورم که به خاطر خود نمیگم. من نمیگم که حمیده را ببخش، فقط ازت میخوایم که مادر اولادای مرا ببخشی، به خاطری که اونام به اندازه هوا در این موضوع بیگناه هستن. چی میشه چیز نگو، لطفا خاموش باش. حداقلی کار به خاطر روزای گذشتیمو انجام بده لطفا. سالها یک سوال در ذهنم خطور میکرد. که او زن کی است؟ این سوال مثل یک زخم بزرگ در مغزم جای گرفته بود. که او زن کی است؟ همیشه کوشش میکردم که او را بشناسم. به خاطر پرسیدن حساب سالهای را که ازم گرفته بود میخواستم او را بشناسم. همیشه در جستجوش بودم. اما او مار آستین تو بودی. حتی فکرشم نمیکردم که او زن تو باشی مرا زیاد درد دادی، در حالی که بزرگترین گناهکار تو بودی. گپ نزن، هوش کنی گپ نزنی. هوش کنی که گپ نزنی. تو میفهمی که من ساعتها منتظر آمدن شوهرم می بودم. هیچ میفهمی که من چند شب در بستر خود با چشمای گریان منتظر شوهر خود می بودم. حسابی ایره کی برم خواد داد؟ کی حساب اقا زندگی هدر رفته مرا خواد داد؟ اما من کل چیز میفهمم. یلماز خان از ما گرفته نتونستی. وقت موفق نشدی هریستر شدی. بعد از او دختر شیطان صفتت پیش بچه‌ام روان کردی. به خاطر خوردن مال و جان و خون ما میخواستی ما را تباه بسازی. خواستی انتقامت بگیری. تو زن احمق بیشرف جوانی مرا زندگی من
گذشته من، خانواده من، تمام چیز من از بین بردی. اما اجازه نمیتم دخترتم زندگی مرا تباه بسازم. فهمیدی؟ دیگه بیرون رفتن نمیتونی. بدبخت خود شدی. من جزای تمام این کارهای خودم میپردازم، حساب گناههای خودم میپردازم قدم به قدم. اما ببینم که تو با این شرمندگی چه قسم زندگی خود کردی. میبینم شریفه او زن چرا تو را زد؟ بایل تا چی گرچه تو زن تو را زد؟ شریفه 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 خاله شما برام کل چیزا گفتین، من درکتان میکنم، پس شما چرا منو درک نمیکنین؟ گپ ما یک دفعه گوش کنین. اگه این قصه روی گشتانده برین باز ما چطور برای خود ادامه بدیم؟ در اصل تو از ما روی گشتاندی متوجه نیستی. تصمیم به دست تو از کیمیایی یا برای ادامه میدی؟ خاله مادرم زنگ زده. بله مادر جان. من هستم دختره. پدر؟ زر مادرت حمله قلبی آمده. هر جای کسی خودت زود خانه برسان. چی؟ دختر چی شده؟ خواهر ما چی شده؟ سر مادرم حمله قلبی آمده. خواهر ما مسافرین انقره کسی نمانه. خواهرم خوب میشه دکتر؟ حمله خطرناک بوده. نظر به معاینات انجام شده. قلبش بسیار ضعیف شده. تحمل حمله بعدی را نداره. اما خوب میشه اما تو نیست. مریض هر چی زودتر باید عملیات شوه آقا. پس منتظر چی هستین؟ عملیات کنین. کاش که خانم، اما این کار به دست ما نیست. تا وقتی که فشارش پایین آورده نتونیم به هیچ صورت عملیات نمیتونیم. متاسفانه به خاطر درد گرداش برش دوای فشار زرق کردن نمیتونیم. خب حالا چی خواهد شد؟ چند ساعت دیگه هم صبر میکنیم خانم. اگه فشارشان پایین آورده نتونستیم عملیات شروع میکنیم. این که عملیات فایده میکنه یا نه چیز گفتن نمیتونیم. مادر شریفه به هوش بیا. تو باز چی کردی که مادرم به این حال رساندی؟ ها؟ چی کردی که سرش حمله قلبی آمده؟ ما کاری نکردیم دختره. تمام گناه از خان جغلو است. من در دست خود گل گرفته به خاطر بخشش خواستن پیش مادرت رفتم. دیدم که میداد داخل از او به شریف هرچی گفته میره و هم گوش میکنه. مادرت هم در مقابلش استاد شده گریه کرده میرفت و باز بدون هیچ کدام دلیل حمیده یک سیلی محکم در روی مادرت زد و از اونجا رفت.
چی؟ او مادرم ازد؟ بله من عاجل پیش مادرت دویده رفتم. همی که رسیدم در سر کوچ مادرت بیهوش شد و از حال رفت. اگه حساب میپرسی برو از حمیده بپرس. من او زن زنده نمیمانم خاله. او قصر سر او زن چپه میکنم، تباهش میکنم. دا وقت عصبانی بودن تصمیم گرفتن هیچ خوب نیست. حق با ماست کاری نکو که خود ما مجرم شناخته شویم. صبر کن. مجرم چی خاله؟ حق چی؟ یک بار ببینین. اگر میخواین شما به انقره رفته میتونین. من خودم به تنهایی این کار انجام خواهد دادم. حالا که او فریبکارا قصد جان خانواده ما را کردن، پس ما باید در بدلش جانشان را بگیریم. اگر در مقابلشان چوبانی باز دگام صدمه برد میرسه. تو بردی شریک جان. برد ما مبارک باشه. مطمئن هستین خاله؟ واقعا میخواین همدستم شوین ها؟ چی بفهمم با خودم گفتم به خاطری که امرایتان نامدم شاید همدستم نشین. در رایی که میری رای درست نیست، اما دیگه چارام باقی نمونده. من میخواستم تو را از آتش دور نگاه کنم اما نمیتونم دخترم. میخواستم دیگه با مشکلات روبرو نشی، اما در مقابل کسایی که حتی با یک مرچام رحم ندارن باید در مقابلشان استاد شویم. کاش که هیچ کدامی اتفاقات صورت نمی گرفت. باز حال ما و تو از پنجره موتر بیرون سل کده به انقره می رسیدیم. مادرتان با یک شکل از پدرت خدا نجات داده بالاخره از پشت ما اونجا می آمد دخترم. اما اونا بر ما اجازه ندادن. گفتن بیا زندگی ما را از ما بگی. ما هم زندگیشان ازشان میگیریم. خاله جانم. حمیده باید دعا کنه که مادرت چیزی نشه. اگه نه جانشه با دستای خود میگیرم.
بله. کجاستی یلماز خان؟ کجا باشم دیگه حمیده. فشارم بالا رفته بود، به دواخانه آمدم که دوا بگیرم. ها چی شده؟ چرا اینقدر هیجانی شدی جانم؟ هنوزم سوال میکنی؟ به هر صورت تو از خانه بیرون نشو، ما امیال خانه میاییم، باید با هم گپ بزنیم، فهمیدی؟ بیا یلماز خان بیا، ما هم بعض گپ هاست که باید برات بگویم. مقصد تو بیا. هیچی معنا داره. چه قسم گپ میزنی حمیده؟ چیزی شده؟ نه خیر جانم، هیچ چیزی نشده، فقط در مورد گذشته کم گپ میزنیم، چیزایی که وجود داشت اما ما خبر نداشتیم درباره او. تو خو یک بار بیا. فشارتان بسیار بلند رفته آقا. ما دوایتان آماده کردیم، باید مرتب استفاده کنید. وقتی خانه رفتن فشارتان دوباره کنترل کنید. اگر بازم پایین نامده بود همراه دکترتان گپ بزنید. زنده باشی دختره. دختره شفا باشه آقا. هرچه زودتری دوا را بده که دکتر منتظر از وضعیت مریض ما بسیار خراب است. وای وای وای، یلماز خان بزرگام اینجا هستن. شماره در آسمان نپالیدم و در زمین پیدا کردم. خیرت باشه. در جایی که شما باشین خیرتون می باشه. به خاطر شما خانواده ما تباه شده میره. اما برات گفته باشم اگه شریفه مرا چیزشه و نخانجی اغلو اما نیم شده میتونن و نشان شوکتشان تباهیتان میکنم. خانم تمام و قسم از بین میبرم که شریفه را بسیلی زده. نه حال تو میخوای چی بگی آقا رمزی؟ حمیده با شریفه چی رابطه داره؟ این موضوع را دیگه باید از خانمت بپرسی. خدا میفهمه چی مشکل داشته که بدون اجازه وارد خانه ما شده و بر روی همسرم بسیلی زده. آل شریفه بیچاره در مراقبت های جدی با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. چرا؟ به خاطر چی کار کرده؟ اوشه دیگه نمیفهمم. این ظلم شما را تحمل کرده نتونست و بالاخره سرش حمله قلبی آمد و بیهوش شد. شما چه قسم مردم هستین؟ هر کدامتان جداگانه ما را سوختاندین، اما یادتان باشه که ما آرام نمیشینم. حساب کارهایتان ازتان میپرسم خانجی اغلو. خانم شریفه در کجا بستر است؟ در شفاخانه همینجا؟ تو را غرض نیزه با تو چی؟ ما را دیگر راحت بانین بلیاز خدا. ناخونایتان از گوشت ما بیرون کنین. بعد از این تنها جایی که ملاقات میکنیم دادگاه خواهد بود. دواهایتان فراموش کردین یلماز خان. تشکر دختره. روزتان بخیر. بیا. چی گپاس مادر، چطور هستین؟ با تو چی؟ عجب پروای مام داری. اگه برام مهم نباشه چرا بپرسم مادر؟ راست میگی؟ از این خاطر از پشت یک دختر بیگانه رفته از مادرت روی گشتندی؟ ما روی ما از شما دور ندادیم. شما جزای گناه های خدا میبینین، فهمیدین؟ آی درست است، درست است، بلیاز خدا درست است. تمام جرم از ما بود. تنها کسی که گناهکار است او ما هستم. حال فهمیدی؟ راحت شدی؟ شما چی گفتم میرین از برای خدا؟ دیگه به تو چیز نمیگم یوسف. دیگه گفتنم فایده نداره. حالا که تو به خاطر یک عدالت مادرت در زندان میپوسانی و پروای هیچ چیز دیگر هم نداری، سر زد تام استاد استی، دلتام برم نمیسوزه، پس لطفاً دیگه هیچ احوال من نگی، ازم نپرس، در قسم نباش. مادر بس از دیگه ای قسم گپ نزنین. بیرون شو. میخوایم که استراحت کنم. بیرون شو لطفاً. درست است میرم. آی اوه خدایا. آی جانم دیگه بیگی خدایا. جانم بیگی که هم راحت شوم هم دیگرم. آی خدایا.
اما قصر هم قبول نمیکنم. خوب استی وادا؟ خوب هستم. چی شده؟ چرا این قسم هر جای سرخ گشته؟ به خاطر که خنک نخورم با آب بسیار گرم حمام کردم. شاید از همین خاطر باشه. به خاطر که خنک نخوری؟ چیز مهمی نیست یوسف. کریم چرب میکنم خوب میشن. تو وقت ملاقات گرفتی؟ با کی؟ با دکتر. بله. جنس طفل تشخیص میکنن؟ نمیفهمم. در اینجا همین قسم نوشته کردی. از این خاطر پرسیدم. چون دکتر گفته بود شاید در ما تشخیص شود. درست است. هر وقت که میرفتی بگو با هم میره. خانم هوا. آقا لوند خوش آمدین. به خاطر که قدر زود آمدین بسیار تشکر. خواهش میکنم. شفا باشه. وضعیت مادرتان چطور است؟ راستش وضعیتش بسیار وخیم است. ای آقا کی از دختریم؟ آی خاله هیچ برام فکر نمانده. آقا لوند وکیلم هستن. اینام خالیم هستن. خوش شدم. مام از دیدنتان خوش شدم. دختر آفرین کار خوبی کردی که وکیل گرفتی. من پیش از اینکه اظهاراتم تغییر بتون با آقا لوند دیده بودم. زنده باشن همراهم زیاد کمک کردن. حالا هم دعوای من پیش میبرن. بسیار خوب. مهارت خدا نشان بده آقای وکیل. قسمی که در تلفن گفتین خانم حمیده و خانه شما آمده بود همه طور است؟ راستش نمیتونم بگویم که به طور عادی آمده بود آقا لوند. رسما سر خانه ما تجاوز کرده. بعدن با مادرم گفتگو کرده. حتی او را با سیلی زده آقای وکیل. پدرشم شاهد بوده که حمید فریبکار چه قسم سرش حمله کرده. اگر شاید اینی داشته باشیم بعد دوای ما بسیار کمک خواهد کرد. حالا خودش کجاست؟ میخوایم امرای خودش گپ بزنم. اونجا سمر پلیسا گپ میزنه. برین ببینید. خانم امید اشتباه بزرگی انجام داده. البته ای به دوای ما بسیار مفید خواهد بود. بزا است. به خاطر نجات خود حالا دیگه از هیچ کاری دریغ نمیکنه. اما هیچ کاری هم از دستش نمیآیه. بان که همه تو باشه. با دستای خدا دار بزنه انشالله. انشالله. همین که خانم شریفه به هوش آمد باید همراه اونو هم گپ بزنم. وضعیتش چطور است؟ چند دقیقه پیش به هوش آمد. خدای شکرت. خدای شکرت. دکتر صاحب وضعیت خانمم چطور است؟ خوب است. خواهرم با هوش آمده. فعلا خوب است. خدای شکر. خداوند نور دوباره به ما بخشید. مریض خوب هوش آمده اما وضعیتش هنوز هم وخیم است. فشارش هنوز پایین آوردن نتونستیم. امشب باید تحت مراقبت جدی باشه. اگر وضعیتش بهتر شد باز میتونیم که خانه روانش کنیم. اما باید فشارشان هر دقیقه کنترل کنین و دوایشان سر وقت بتین. هر روز باید به معاینه بیاید. همین که فشارشان نرمال شد همون لحظه باز عملیات شروع میکنیم. به نظرتان دوباره احتمال این قسم حمله وجود داره دکتر صاحب؟ متاسفانه اگه بار دیگه تکرار شود شانس نخواهد آورد خانم هوا. از این خاطر تا وقت عملیات باید از هر گونه هیجان دور نگه داشته شود. در تداویش باید دقت کنین. خود اگه شفا باشه. زنده باشین. به هر صورت چشمایتان روشن. به همین هم شکر از خانم هوا. بسیار تشکر. بس از دختر. صبر داشته باش همه چیز خوب میشه. همراه دکتر هم گپ نزدیم. نمیفهمم که در شفاخانه هست یا نه. وقت ملاقات گرفتی باید در شفاخانه باشه.
منشیش زنگ زده بود. از همین خاطر اونقدر مطمئن نیستم، گفتم شاید نباشه. خیر است، ما یک بار میریم. اگه نبود باز یک وقت دیگه میریم. از اونجا باز به شرکت میرم و کمی کار دارم. آها واقعا؟ اگه میخوایی تو به شرکت برو، من بعد از دکتر باز پیش تو میایم. باده اگه میخوایی همراهت نیایم باز نمیایم. نه خیر، منظور من این نبود. منظورم ایست که مجبور نیستی بیایی. چی بفهمم؟ شاید خودت مجبور احساس میکنی. اگه یه قسم فکر میکردم باز برات نمیگفتم. راستش من میخواستم تو رو متعجب بسازم، اما من نماندم متعجب بسازیم. به از اون میخواستم برم کم هوای تازه بگیرم. مادر آرام باش. بسیار ترسیدم مادر. گذشت، همه چیز گذشت دخترم. پدرم برم گفت که حمیده آمده و با شما گفتگو کرده، بعد شما را زدن. شما برش چیزی نگفتین. مقصد اوناییست که مانع تصمیم تو شوند دخترم. هوش کنی، از دوای خود منصرف نشی. منصرف نمیشم، تشویش نکنین. مدعی را جان خودم میتم. بعد از یک بمورم منصرف نمیشم. همراه وکیلم گپ زدم، گفت که کل چیز حل میسازم. مام کل گپا را برش میگم. عدالت جای خود پیدا میکنه. خداوند همراهی راست کارا میباشه. درست است. خدا خسته نسازه. لطفا در این مورد دیگه فکر نکنین. لطفا قربانتان شوم مادر جان. نمیخوایم شما را چیزی شود. خدایا دوی مادر و دخترت جدا نساز. دیگه برشان قدر زجر نده. باید عجله کنیم. وقت ملاقات تیر میشه، زود باش. درست است. این آمدم. اوه خدا، من باید نتایج معاینات پیدا کنم. یوسف تو پایین برو، من میپالمش. درست است؟ درست است، اما زود باش. خدایا حالا من چی کنم کمکم کن. معاینه خانه قاسم. تماس مرا به دکتر صاحب وصل کنین. مبادا خانجی اغلو هستم. فعلا این کارا کده نمیتونم. اونا مریض دارن. خدای من نفهمیدم. من باید همیاله به خاطر دیدن دکتر صاحب نوبت بگیرم. لطفا برایم نگوین که شما را نمانده مسئله مرگ و زندگی است. هرچی از دستم بیای انجام میدم خانم. با قاسم چی بگویم؟ بگو همراه شوهرش به خاطر معاینات حاملگی میآید. بگو در مورد اون موضوع خاص پیشتون میآید. باز خودش میفهمه، اما وقت ملاقات برایم بگی. درست است بادا خانم. خدایا خودت کمکم کن. لطفا کمکم کن خدایا. جلسه ما را با مدیر هتل فراموش نکنی بچه کاکا. باید در مورد تعدیلات اتاقا گپ بزنیم. حتما باید من بیایم. اگر نمیخوای کنم وقت دیگه ببینیش. نه خیر، ما و بادا کمی کار داشتیم. واقعا خیرت باشه بچه کاکا. کدام مشکل هست؟ نه خیر بیادر، مشکل نیست. پیش دکتر میریم به خاطر معاینات طفل. من آماده هستم یوسف. درست است. صبح بخیر. صبح بخیر. شما پیش دکتر میرین؟
منتظر خبرهای خوش در مورد بیدرزاده ام هستم. انشالله زنده باشی. ما دیگه میریم بچه کاکا. بخیر بره. نتایج معاینات گرفتی؟ کدام معاینات؟ اموره که گفتی میگیرم. فکر کنم او را در شرکت ماندیم یوسف. درست از اونجا میریم. پدر خیرت باشه. کمی زیاد پیاده روی کردم بچیم. در دواخانه دواهایم بود، این آرام گرفتم. کمی خسته شدم. پدر چرا خودت میری؟ با بچه ها میگفتی میاوردن. حال خوب هستم بچیم، خوب هستم. فکر نمیکردم این قدم زدن مرا قدر خسته بسازه. حالا شما به کارتون برسین. کمی استراحت کنم زود خوب میشم. درست است. مراد خودم رانندگی میکنم. درست است. تو هم اینجا باش، شاید ضرورت شود. آی یلماز خان آی. هرچی که کشت کنی یک روز اموره در اوخات کدی. بیبی تخمایی که پاشیدی هر روز دانه دانه نمو کده میره. اوه خوش آمدین. معلوم میشه که بالاخره تشریف آورده تا نستین. قبل از ما رفته بودین اما بعد از ما آمدین. چطور؟ دقیقه در وقت کجا بودین؟ در کجا باشم دیگه؟ به حل ساختن مشکلاتی رفته بودم که تو سر ما آوردی خانم حمیده. هوش کنی یلماز خان. نگویی که پیش او زن به خاطر ما رفته بودی. اگر نه خودم میکشم. فکر میکنی از ما پنهان کده میتونی اما تو نیست. اما تشویش نکو، همه چیز میفهمم. چیزایی را که سالا از ما پنهان میکردی حال من خبر شدم. یعنی تو از این خاطر اونجا رفته بودی؟ بیبی راستش حمیده ما میبینم یلماز خان، میبینم و از این کارا من بسیار خجالت میکشم. به خاطر این همه سالا، به خاطر روزایی که با هم فرزنده که به دنیا آوردیم، به خاطر او محبت که ما به شوهرم دادیم، از این که همیشه ازت کمک خواستیم، از این که همیشه ازت معذرت خواستیم، به خاطر همگیش درد میکشم. پشیمان هستم. حمیده رابطه ما و تو جداست، این موضوع جداست. چرا نمیفهمی لطفاً؟ من خوب میفهمم که چی به چی ربط داره. ای که کدام موضوع به چی ربط داره بسیار خوب میفهمم. میبینم که از شوهرم چندان خیر ندیدیم، از بچه مام نمیبینم. به خاطر حل ساختن مشکلات خود از کیست که کمک نمیگیرم. اما میبینم که قضیه دیگه چیز است. نمیفهمیدم که در این همه سالا در قلب شوهرم به جای نام من تو به خدایا نام او شریفه بی حیثیت نوشته شده. حمیده او موضوع دیگه گذشته لطفاً. ما اونجا به خاطر رفته بودم که از تو پشتیبانی کنم، باور کن. اما یک گپ برات بگویم، با وجودی همه گپا بازم تو هیچ حق نداشتی سر او دست بلند کنی. چی شده؟ معشوقه سابق در تلفن زنگ زده ازم شکایت کرده یلماز خان. از دیگه نمیخوایم چیزی بشنوم. بعد از رفتن تو سر او زن حمله قلبی آمده، میفهمی یا نه؟ شاید به خاطر تو از بین بره. او زن بیچاره حاله با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. چرا قبی رحم هستی؟